دا نفت سنن گورت واغان گورا خوشتی پا او سلام گنا کمال خان گورا دا نفت سنن گورت واغان گورا خوشتی پا او سلام گنا کمال خان گورا دا کنڑی آغی باغی سنتی پلان گورا دا سمیٹو پابرکو فکری هم محترم الحاج ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی مقام عالی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان و الحاج ملا محمدی ساسانی سرپرست وزارت فواید عامه در جریان سفر کاریشان به سالنگها ضمن بازدید از جریان کار این شاهراه با مسئولین کارگران فنی و تکنیکی نیز دیدار نمودند. در این دیدار مسئولین شرکت‌های قراردادی و تیم‌های تطبیق کننده در مورد پیشرفت و جریان کار طبقات کانکریت شاهراه سالنگها معلومات مفصل ارائه نمودند. محترم الحاج ملا عبدالغنی برادر آخوند از کارهای انجام شده ابراز خرسندی نموده و به مسئولین این پروژه ملی در مورد کیفیت و سرعت کار و تکمیل شدن آن به وقت معین هدایت لازم داد. همچنان محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند در جریان دیدار با مسئولین شرکت‌های قراردادی، تیم‌های تطبیق کننده و کارگران فنی و تکنیکی گفت این کشور خانه مشترک همه ما است و برای آبادی آن باید به صورت مشترک تلاش نماید و آباد کردن آن مسئولیت مشترک همه ما می باشد. و خطاب به کارگران و مسئولان این پروژه ملی افزود جای بسیار افتخار است که شما در این شرایط در آبادی کشور سهم میگیرید. محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند زحمات و تلاش‌های آنها را در بازسازی سالنگ‌ها ارزنده خوانده و آنها را تشویق مادی و معنوی نمودند. این در حالی است که وزارت فواید عامه کار بازسازی شاهراه سالنگ‌ها را در 3 بخش با سکتور خصوصی قرارداد نموده بود. اکنون کار طبقه CTB و کانکریت ریزی از تونل الا گالری 16 هم تکمیل شده و کار بازسازی 10 گالری دیگر، 5 گالری در سالنگ شمالی و 5 گالری در سالنگ جنوبی به سرعت جریان دارد. در برخی از گالری ها کار طبقه CTB تکمیل شده و آماده کانکریت ریزی می باشد و در برخی از گالری های دیگر کار طبقه سب بیس، فیلتری، CTB و سیخ بندی جریان دارد. همچنان در سالنگ شمالی کار اسفالت سرک از خنجان الی دوشی به صورت در حال پیشرفت است. یک تن از انجینران وزارت فواید عامه در مورد این پروژه چنین میگوید: اسمم تاج محمد است، انجینر وزارت فواید عامه. از ریاست مدیریت پروژه به خاطر مراقبت زمین پروژه سالنگ توظیف شدیم و هم روزه از پروژه مراقبت جدی میکنیم. الحمدلله کارهای ما بسیار به سرعت هم از نگاه کیفیت جریان داره. انجینر صاحبا شبانه همیشه کوشش میکنن که از کارهای پروژه با وقت و زمان معینش مراقبت نمایند. وزارت فواید عامه همواره تلاش می نماید تا با اعمار، بازسازی و ترمیم شاهراه‌ها و سرک‌ها و خطوط آهن برای هموطنان عزیز سهولت‌های بیشتر ترانسپورتی فراهم نماید.